خب بچه خوش اومدید به قسمت دوم ولاگ‌های عروسی رکسانا. الان تو فرودگاهی می‌خوایم ببینیم که کجا باید بریم. نسبت به فرودگاه استانبول واقعا کوچیکه. Thank you. شیک و مجلسی، فقط یک کیف همراهه. دبی رو می‌بینی همه چی مرتب، سر جاش، تمیز، واسه خودشون شیک میرن آدما. از دبی که خارج میشه یهو همه صفا به هم میریزه، به چخ میره، به هم ریخته میشه. شیطونه میگه برم اون شامپاینه رو بگیرم همینجوری سریع بخوریم یه پرواز خوشحال داشته باشیم. صبرتی نمیشه فرسی رکسانا بده من بده. یه دقیقه وایس بگم این از اونه نیست که درش پرت میشه اینجا که خوربسته خشنه که من در میاره. بچه ما یه باتل رو تموم کردیم. چه سفر مورگجی میخواد بشه خدا الله عالم. این چیزه من اوکیم. کار کردیم داره آروم باش. اولین بار با هم دیگه سوار هواپیما شدیم. نگین چیه؟ باورت نمیشه. چی؟ حاجی همون مشروبی که ما تو توالت خوردیم. چند؟ 35 درهم. ما 99 درهم پولش دادیم به تو توالت تو انترنت ما خودیم میتونستیم رو هوا بخوریم. همونه و تو منوه. مگه میشه؟ ما تو کاسه توالت ایرانی خوردیم. حتما حقمونه. بچه رگای پای من چقدر زیاده میبینیدشون برگون یا اول پشمون درخت زندگیه. منم پشمون. این منوی فلای دوبیه که توش اکثر مشروبا رو داره توی مبلغ 35 درهم و چیپس و نودل و همه اینا رو هم داره تو مبلغای تقریبا خوبی، یعنی میتونید توی هواپیما خرید کنید و خیالتون راحت باشه از اینکه قیمتاشون خیلی هم نجومی نیست، یکم نجومیه. چه خلوت هواپیما. ریده تو خودش اسکال. ریغو میگیری وایسا بلند شه. بابا چیزی فیلم بگیرم این بسته. چالشه 24 ساعت نودل. حالم داره به هم میکنه. رکسانا اگه تو عروسی صورتم کف کرده بود شیاق به خاطر نودله.
This is awkward. بچه جدی زهرا خوب چیزیه. من خیلی وقت میشناسمش ولی از نزدیکش دیگه است. میبینید که دستمو نذاشته بودم این بچه دوستم دکتره. دندون پزشکا رو خیلی وقت میگن جزو دکتر حساب نمیشه ولی خب دکتراشو گرفته توی اینجا. دوستم دکتره. چه قشنگه بچه. منو داری بازی میدی تو؟ بچه چقدر خفنه اینجا. وای زهرا من خفنش کردم. کیا زهرا رو میشناسن بچه؟ عشق منو. تو رو خدا یکم بگید من بگه من به خودم. بچه کسایی که زهرا رو میشناسن همتون بگید. دقیقاً سرت من توضیحات بچه ساختمون زده بهش میگم. یه حال پزشکی چون میدونی که من دکترم. گرفتی دکتره رو گرفتی یا نه؟ ساختمون زده زیاد داره. بچه یه حال غریبی دارم تو اتمسفر گرجستان ولی خیلی فاز تهران بهم میده. خیلی زیاد. حالا دیگه گرجستان زبونشون هم میدونم عجیبه ولی گرجیه. بچه ها زبون گرجستانی ها رو یکم صحبت کن. گامارجابات روگورا خرمه زهراوار. بچه چی میگن؟ ولی دفعه قبل همینو گفت. نه غلط کردم شغل عوضش کردم. این سری خودم معرفی کردم. پسرا زهرا خوشگله. یکم بیشتر میخوای بخوری ها؟ من پاشم همونی که خب بچه وسطش شکل چیزی نیست. حالا من کاری ندارم داری ویدیو هم میگیری اون وسط. من سریع اینجا رد میشم که حالا بیشتر از این نپردازیم ببینیم. چقدر خوشگله همینجوری الکی برگام. با شکل قارچه تو در توه بهش میگن ساختمان قارچی و ساختمان دیگه. اینجوری که هر چیزی که بخوای بهترین و با کیفیت ترینش هست. این چیزا اینجاست دیگه اوکی همه چی. خیلی این گونه نایم مگه کتباکه کتباشو ببین تیپ ببین. رفتیم به رسپشن گفتیم فقط هر اتاقی داری بدم ما سریعتر مستقر شیم. اصلا برام مهم نیست اتاقش چی باشه فقط یه اتاق باشه. ساعت چیدن چه شکره. از صابونه من چی صابونه گوجه سبز برمی داره آخه. بچه ها کیانا داره برا من گوجه سبز میدوزه. آسانسور هم نمیاد 5 ساعت اینجا بایستادیم. از الله هم دیگه روش میسوند. بچه گشتم میخوام هدیه اون رستورانه رو سق بزنم ولی این چیه دیگه؟ این چه طرحیه؟ چیپسه؟ حس میکنم یه مافیا پشت این چیپس هست. راستش خیلی چیزا رو فکر میکردم اینجا باشه که نیاوردم مثل شامپو اینا که دیدم نیست. بعد تفلیس هم کلا یه اتمسفر یه کوچولو حالت نمیدونم چه کلمه واسش به کار ببرم. شاید من چون از دبی که خیلی تکنولوژی زیاده و خیلی مدرن میام چشم اینطوریه ولی در کل الان ساعت 4 ساعت 8 باید آماده باشیم بریم یه دوری بزنیم ببینیم چه خبره. First I was afraid I was petrified. کپتن فازم چیه خیلی رندوم. کپتن گرم کدنه تو بده دمت گرم خیلی پایه.
بچه واقعا عاشق شدم. کاش ندونه. واقعا حس میکنم تو تهرانم، ولی خب خیلی سرسبزتر و یکم هم خارجی تر و زیاد احساس نمیکنم. پشیمون شدم. بازم داره میره. واقعا زیادی سرسبز و باصفاست، همه جا پر درخت. کامنت بذارید بیسکای از حالت ردبری دیگه. حالا بچه این نوشیدنی سر خیلی از میزا دارم میبینم. اصلا چون سر اون میزه دیدم گفتم اون چیه سر اون میزه واسه ما هم بیا. چرا هر روز میخوری؟ تستشو بگیریم ببینیم چجوریه. تستشو بدیم میندازم جلاتم. تستشو ببینیم نگیم بگیره. بیا دوباره بریم. حالا الان که گفتم راجع بیزینس‌های بزرگ بعدا صحبت می‌کنیم نه جلوی دوربین. چی ها؟ توشه؟ عسله. خیلی خوشم. چقدر عجیبه. داره واسه خودش آب تنی میکنه. صابخونه میحالا گوشت خوک میخوام بخورم. بار اولته؟ آره. ولی یه چیزی بچه‌ها کلا این رستوران فقط واسه اینکه خوشگل بود اومدیم و من کیفیت غذاشو اصلا تایید نکردم نسبت به و احتمال داره شاید زیاد جالب نباشه. حتی نه نمیتونه که جالب نباشه، برای گوشته دیگه. تورده. تنها چیزی که میتونستی بگی همینه؟ تورده. تورده باحاله. همش گوشت. همش آره دیگه. صبح بیدارشی با انگل میری. من اوکی بودم باش. تو برو. ولی من کلا کیفیت غذا اینجا رو حال نکردم. راستش رو بخوام. خوب میخوری؟ مورد علاقه این تام. من ولی واقعا اسکام خیلی جدی. آره. چیکار کنم الان قطعش کنم؟ آره. ما لاری بگیریم. وای من عاشقتم. گورجستان. با من آماده شید بریم پری ودینگ رکسانا. لوشن ویکتوریا سیکرت که برای این مسافرت بیشتر دارم استفادهش میکنم. بدنمو شاین بزنم. این بادی شیمر برند شیگلمه که از آنلاین شاپ خودم به دستم رسیده. بالای لباسم پوشیدم، خیلی خوشگله واقعا. دست خیاطش در نکنه، سنگ تموم گذاشته. همه‌شونو از آنلاین شاپم گرفتم واقعا. مرسی. یه جا وایسا که بتونم ازت ویدیو بگیرم برات مرتب باشه. باشه نه یه دقیقه درست کنم. نگاهی. داریم یه زمین رو اصلا نگید خیلی بگید. بیا.
برای بروکسانا گرفتم دستبنده خیلی ظریف شده هدیه کوچولو یادگاری بمونه. خوشگله نه؟ بابا گفتن سوار ون شید. از خودت هم بگی. چه باحالم. میدرخشه عزیزم. سلام شایلین، تو هم که سرخابی پوشیدی چقدر بامزه شدی بابا. میبینمتون تو باشه. این رسم مراسم عروسیه. بعد موقع غذا خوردن از مهموناتون برداری بشه.
ای سوخته ای بیرمت ای کوه خسته بگو ای درد بداده عاشقانه تو با شعر اومدی عاشق ترازه چراغی با تو بود از جنس واقعا همیشه سخته ولی خب جذابه. امیدوارم که تصویر برداری یه جوری مثلا تصویر رو بگیرید که بتونم خودم پست کنم. اول از همه که واقعا بغض دارم و باورم نمیشه که اشتمال امشب رکسانا سپهرم به افتخارشون یه دست جذاب بزنید. چند تا آرزوی خوشگل دوست دارم براتون بکنم. اولیش اینه که از صمیم قلبم آرزو میکنم همه افرادی که الان اینجا از صمیم قلبشون آرزو کنن که خوشبختیتون هر روز ریشه دارتر از روز قبل بشه و اینکه امیدوارم که 1000 پله بالاتر از فانتزیاتون رو زندگی کنید. همه کسایی که درینک دارن بیارن بالا به سلامتی اینکه عروس دومال امشبمون کنار عزیزاشون یه عمر زندگی خوشگل داشته باشن. براتون آرزوی بهترین دارم، زیباترینید واقعا. چه راه می‌رسم سپهر رو می‌شناسم. یک سال دو سال میشه. خوشتی و واقعا دوست داشتنی. قرار فردا شب ببین امشب تمرین بود، شب اصلی فردا شب امشب تمرین و فردا مسابقه است. فردا مسابقه میشه ساعت 6 خوابیدیم، الان ساعت 10. باورم نمیشه بیدار شدم، ولی قرار خیلی مهم دارم اینجا راجع به یه موضوعی که الان نمیخوام راجبش باهاتون صحبت کنم. سورپرایز. یه صابونه بخورم. چی بخورم بچه؟ قهوه که نمیخوام، شیرینی هم نمیخوام، اینا هم که اصلا سالقه، اینا هم سالقه. خیلی بدی دارم یعنی واقعا این مسافت هم به گرجستان 2 پارت داره، قسمت عروسی رکسانا و قسمت زهرا. بگو که پیش من میدن. اینو رکسانا میکنن ولی پیش من بیشتر باش خوش گذاشت. خواستم بگم این بچه چقدر کیوته خدایا. بچه از نزدیک باید بریم سرسنگی باشیم. اوکی. خب من این ولاگ رو همینجا تموم میکنم. ولاگ بعدی امشب عروسی رکسانا، از همین الان شروع میکنم. قسمت بعدی رو داشته باشید.